سلام، به پادکست اندیش خیلی خوش اومدین. میخوام همین اول برنامه امروزمون یه سوال خیلی مستقیم از شما که دارین به ما گوش میدین بپرسم. آخرین باری که کاملاً یعنی مطلقاً تنها بودین کی بوده؟ منظور تنهایی واقعیه دیگه. آره دقیقاً. یعنی بدون تلویزیون، بدون موسیقی تو پس زمینه و خب از همه مهمتر بدون گوشیتون. تو اون حالت چه احساسی داشتین؟ احساس بیقراری کردین؟ احتمالاً اکثرمون یه خارش عجیبی تو مغزمون حس می‌کنیم تو اون لحظه. دقیقاً همون خارشی که میگه خب پاشو فوراً گوشیتو بردار، یه پیامی بده، یه خبری بخون یا اصلا فقط بی هدف تو شبکه‌های اجتماعی بالا و پایین برو. و میدونی این خارش ذهنی یا این فرار غریزی از سکوت دقیقاً همین چیزیه که تو کاوش امروز قرار حسابی کالبد شکافیش کنیم. ببین ما تو دورانی زندگی میکنیم که به طور پیشفرض تنهایی رو یه مشکل میدونه، یه جور نقص حتی یه بیماری. یعنی ما شرطی شدیم که فکر کنیم همیشه باید متصل باشیم. درسته. اما خب منابع و تحقیقاتی که امروز بررسی میکنیم یه حقیقت کاملا متناقض و واقعا شگفت‌انگیز رو نشون میدن. علم میگه که تنهایی نه تنها بد نیست، بلکه یکی از قدرتمندترین و ضروری‌ترین ابزارهاست. دقیقاً ضروری‌ترین ابزار بیولوژیکی ما برای رشد روان، خلاقیت و حتی داشتن روابط سالم‌تره. خب بسیار خوب. پس بیا این موضوع رو حسابی باز کنیم. چون راستش وقتی صحبت از ارزشمند بودن تنهایی میشه، من فکر میکنم ممکنه کسی الان صدای ما رو بشنوه که عمیقاً داره از تنهایی رنج میبره. نکته خیلی مهمیه. یعنی ممکنه با خودش بگه خب من همین الانم به شدت تنهام و این اصلا شبیه ابزار رشد نیست، بیشتر شبیه شکنجه است. آره. فکر میکنم قبل از اینکه وارد اون مکانیزم‌های عجیب و غریب مغز بشیم، باید این خطکشی رو خیلی روشن کنیم که درد کسی رو رمانتیزه نکنیم. ما دقیقاً داریم درباره چه نوع تنهایی صحبت میکنیم. نکته بسیار هوشمندانه‌ایه و راستش این تمایز پایه‌ای‌ترین اصل بحث امروزه. ببین ما باید بین دو تا مفهوم کاملا متفاوت که متاسفانه تو زبان روزمره به جفتشون میگیم تنهایی فرق قائل بشیم. خب یکی احساس تنهایی و اون یکی تنهایی انتخابی یا همون خلوت‌گزینیه. احساس تنهایی در واقع یه درد روانیه. یه آلارم بیولوژیکه که نشون میده یکی از نیازهای اساسی تو، یعنی همون نیاز به ارتباط با هم-نوع برآورده نشده. یعنی شما دلت میخواد با کسی باشی اما خب کسی نیست. این حالت به شدت استرس سازه و اصلاً سازنده نیست. یعنی مثل وقتی که مثلا تو یه جمع بزرگ یا یه مهمونی خیلی شلوغ هستی اما عمیقاً احساس میکنی هیچ کس تو رو نمیفهمه و با هیچ کس ارتباط واقعی نداری. کاملا همینطوره. اما چیزی که منابع امروز ما روش دست میذارن تنهایی انتخابیه. یعنی یه وضعیت فیزیکی و ذهنیه که تو آگاهانه انتخابش میکنی. یه جور تصمیم گیری برای دور شدن. دقیقاً. زمانی که تصمیم میگیری برای یه مدتی از هیاهو، از درخواستای بقیه و کلاً از ورودیای اطلاعاتی دور بشی تا فقط با خودت باشی. یه مفهومی تو روانشناسی هست که به زیبایی اینو توضیح میده. میگه آدما برای تکامل روانی به یه تعادل ظریف نیاز دارن. یعنی تعادل بین ارتباط با دیگران و ارتباط با خودشون؟ آره، اونا هم به ارتباط با بقیه نیازمندن، هم به ارتباط با خودشون. مشکل دنیای مدرن ما اینه که کفه ترازوی ارتباط با دیگران، حالا حتی به شکل مجازیش، خیلی سنگین شده. و اون ارتباط با خود کاملاً حذف شده. بله، کلاً از بین رفته. یه تشبیهی الان تو ذهنم شکل گرفت. اگه بخوایم این دوتا رو با هم مقایسه کنیم، فکر کنم احساس تنهایی شبیه قحطی و گرسنگی کشیدن اجباریه. اوه چه جالب! یعنی بدنت از بی آب و علف بودن محیط آسیب میبینه چون اصلا انتخابی در کار نیست. اما اون تنهایی انتخابی شبیه روزه گرفتن آگاهانه است. تو خودت تصمیم میگیری برای چند ساعت جلوی ورود غذا رو بگیری. و جالبه که دقیقاً تو همون زمان گرسنگی خودخواسته است که سلولهای بدن شروع میکنن به پاکسازی و بازسازی خودشون. آره، وقتی ما این تنهایی انتخابی رو به مغز میدیم،
دقیقاً چه اتفاقی اونجا میفته؟ این تشبیه روزه که گفتی بی‌نظیر بود، چون راستش از نظر عصب شناسی تو طول تنهایی انتخابی دقیقاً یه نوع پاکسازی یا اتوفاژی ذهنی رخ میده. بیا ببینیم وقتی شما این روزه اطلاعاتی رو میگیرین و هیچ محرک خارجی نیست، تو جمجمتون چه خبره؟ خیلی مشتاقم بدونم. برای ده‌ها دانشمندا فکر می‌کردن وقتی ما کاری انجام نمیدیم و به چیزی توجه نمی‌کنیم، مغزمون یه جورای خاموش میشه یا میره رو حالت استراحت. خب منطقی هم به نظر میاد. آره، ولی وقتی تکنولوژی اسکن مغزی پیشرفت کرد، با یه پدیده حیرت انگیز روبرو شدن. چه پدیده‌ای؟ یعنی مغز تو حالت استراحت نمی‌کنه؟ اصلاً اونا دیدن وقتی ما به هیچ چیز خاصی تو دنیای بیرون فکر نمی کنیم و کاملاً تو خلوت خودمون رها هستیم، بخشای وسیعی از مغز ناگهان روشن میشه؟ آره، مثل یه درخت کریسمس روشن میشن و شروع میکنن به مصرف انرژی خیلی بالا. دانشمندا اسم این شبکه عصبی که تو زمان بیکاری فعال میشه رو گذاشتن شبکه حالت پیشفرض یا همون دیفالت مود نتورک. آها، Default Mood Network. یعنی این حالت طبیعی و تنظیمات کارخونگی مغز ماست. دقیقاً. و این شبکه فقط زمانی با تمام قوا وارد عمل میشه که شما تمرکزتون رو از دنیای بیرون بردارین و به درون خودتون معطوف کنین. خب، این شبکه به شدت فعال تو اون زمان تاریکی و سکوت دقیقاً داره چیکار میکنه؟ من همیشه فرض میکردم اگه به چیزی فکر نکنم مغزم داره شارژ میشه و انرژی ذخیره میکنه. کاری که این شبکه میکنه راستش شاید مهمترین پردازش تمام زندگی شما باشه. ببین وقتی شما تو طول روز مشغول کارین، حرف میزنین یا گوشیتون رو چک میکنین، فقط دارین دیتا جمع میکنین. این دیتا همینطور نامنظم تو مغز رها میشن. وقتی تنها میشین و این شبکه فعال میشه، مغز تازه شروع میکنه به مرتب کردن این خاطرات. تجربیات امروز رو با گذشته تطبیق میده، دنبال الگوها میگرده. و حتما مشکلات حل نشده پس زمینه رو هم تحلیل میکنه. دقیقاً. و از همه مهمتر با متصل کردن تمام این اتفاقات به هم، چیزی به نام هویت فردی شما رو میسازه و آپدیت میکنه. پس با این حساب میتونیم بگیم این شبکه شبیه یه تیم نظافت و بایگانی شیفت شبه؟ آره دقیقاً همینه. یعنی تو طول روز ما فقط نامه‌ها، مدارک و فایل‌های مختلف رو همینطوری بی‌نظم پرت می‌کنیم رو میز ذهنمون. اما وقتی بالاخره سکوت می‌کنیم، این تیم شیفت شب میاد، فایل‌ها رو می‌خونه، اونا رو تو پوشه‌های درست دسته‌بندی می‌کنه. و تازه اونجاست که ارتباط بین یه مدرک با یه مدرک دیگر رو پیدا می‌کنه. جادوی اصلی تو همین پیدا کردن ارتباط هست. چقدر جالب! به خاطر همینه که بزرگترین جنش‌های خلاقانه هرگز تو اون جلسات شلوغ و پر سر و صدای طوفان فکری رخ ندادن. تاریخ علم پر از این مثال است. مثلا نیوتن قانون جاذبه رو کی کشف کرد؟ تو دوران قرنطینه طاعون. آها، وقتی کاملا تنها بود. آره، ماها تو مزرعه پدریش تو انزوای کامل بود و تیم شیفت شب مغزش فرصت پیدا کرد مفاهیم ریاضی رو با افتادن یه سیب ترکیب کنه. یا مثلا داروین تو خونش یه مسیر خاکی داشت که هر روز ساعتها به تنهایی اونجا قدم میزد تا نظریه تکامل تو ذهنش پخته بشه. این واقعا جذابه. اما میدونی وقتی اسم نیوتن و داروین رو میاری، من با خودم میگم خب اونا نوابغ تاریخ بودن. مغز اونا برای کشف رازای کیهان به سکوت نیاز داشت. اما برای من که قرار نیست قانون جاذبه جدیدی کشف کنم، این تیم نظافت شیفت شب چه فایده‌ای تو زندگی آدم معمولی داره؟ اتفاقاً سوال بسیار بسجاییه. فواید این سیستم برای زندگی روزمره ما راستش خیلی ملموس‌تر و حیاتی‌تر از کشف قوانین فیزیکه. مثلا چی؟ بیا اول از زاویه سلامت روان بهش نگاه کنیم. یکی از مهمترین خروجی‌های این شبکه تو تنهایی رسیدن به خودشناسیه. ببین ما تو حضور دیگران چه بخوایم چه نخوایم دائم در حال ایفای نقشیم. آره، ماسک میزنیم، ماسک کارمند خوب، دوست شوخ، همسر فداکار. دقیقاً، تا با انتظارات بقیه همگام باشیم. اما وقتی کاملاً تنها میشی، هیچ کس اونجا نیست که قضاوتت کنه.
تو این فضای بدون قضاوت تازه سوالات واقعی فرصت میکنن خودشونو نشون بدن. منظورت همون سوالاتیه که معمولاً ازشون فرار میکنیم؟ بله، سوالاتی مثل آیا من از مسیری که تو شغلم میرم واقعا راضیم؟ آیا این رابطه داره به من آسیب میزنه؟ خشم پنهانی که امروز صبح داشتم ریشش واقعا چی بود؟ اینا خیلی سوالات سنگینیان. آره، وقتی به تیم شیفت شب اجازه میده این احساسات رو پردازش کنه، در واقع داری از انباشته شدن زباله‌های روانی جلوگیری میکنی. اگه این زمان رو به مغز ندی، این احساسات حل نشده در نهایت میشن اضطراب مزمن یا حتی افسردگی. خیلی تکان دهنده است. پس میتونیم نتیجه بگیریم که دلیل اصلی پناه بردن دائمی ما به گوشی‌ها و پادکست‌ها در واقع ترس از همین روبرو شدن با خودمونه. یعنی ما از سکوت فرار نمی‌کنیم، بلکه از اون فایلایی که تیم شیفت شب قراره بذاره رو میز میترسیم. دقیقاً. زدی به هدف. این یکی از عمیق‌ترین تحلیل‌ها در مورد اعتیاد به تکنولوژیه. ما از افکار خودمون وحشت داریم. یه تحقیقی تو یکی از دانشگاه‌های معروف انجام شد که نتیجهش همه رو شوکه کرد. چه تحقیقی؟ اومدن افراد رو توی اتاق کاملا خالی بدون هیچ وسیله‌ای فقط برای 15 دقیقه تنها گذاشتن تا با افکارشون خلوت کنن. بهشون یه دکمه هم دادن که اگه فشارش میدادن یه شوک الکتریکی دردناک به خودشون وارد میکردن. نه، نگو که مردم شوک رو به تنهایی ترجیح دادن. باورت میشه درصد قابل توجهیشون، خصوصا آقایون، ترجیح دادن به خودشون شوک بزنن تا اینکه فقط 15 دقیقه تو سکوت بمونن. وای، این فاجعه است. یه نفر بالای 100 بار تو همون 15 دقیقه دکمه رو زد. این نشون میده فرار از درد پردازش احساسات چقدر تو ما قویه. ترجیح میدیم یه محرک حتی آزاردهنده داشته باشیم تا اینکه مجبور بشیم به درونمون نگاه کنیم. عجب فاجعه‌ای. انگار گوشی‌های هوشمند تبدیل شدن به یه جور پستانک دیجیتال. آره، عجب تعبیری، پستانک دیجیتال. دقیقاً مثل نوزادی که بیقراره و ما به جای اینکه ببینیم دردش چیه، فقط یه پستانک میذاریم دهنش تا ساکت بشه. ما هم تا یه ذره احساس غم یا بی‌حوصلگی میکنیم، این پستانک دیجیتال رو تو ذهنمون فرو میکنیم تا صدای درونمون خفه بشه. دقیقاً همینه. اما خب با این کار داریم سطح استرسمون رو به شدت بالا میبریم، درسته؟ چون مغز دائم درگیر پردازش اطلاعات بیرونیه و هیچ وقت استراحت نمیکنه. دقیقاً به نکته خیلی مهمی رسیدی. از نظر فیزیولوژیک ما برای تنظیم هورمون‌هامون به تنهایی نیاز داریم. وقتی دائما در معرض نوتیفیکیشن ها هستی، سیستم عصبی جنگ یا گریزت دائم تو حالت آماده باشه. همون سیستم سمپاتیش. آره. تحقیقات نشون میده فقط 20 دقیقه موندن توی محیط آروم و تنها ترشح کورتیزول یا همون هورمون استرس رو به شدت کم میکنه. مغز ما برای بازسازی خودش به سکوت نیاز داره، همونطور که عضله هامون برای رشد به خواب نیاز دارن. بسیار خوب. تا اینجا متوجه شدم که تنهایی انتخابی هم باعث خودشناسی میشه، هم استرس رو پایین میاره. اما تو منابعی که بررسی میکردیم یه ادعایی بود که برای من خیلی عجیب و گیج کننده بود. کدوم ادعا؟ این که میگفتن آدمایی که با تنهایی خودشون راحتن، روابط سالمتر و بهتری با دیگران دارن. خب این برای من به شدت متناقضه. چطور دور شدن از آدما میتونه ما رو به دوست یا شریک عاطفی بهتری تبدیل کنه؟ این که کاملا ضد اجتماعی به نظر میرسه. خب تو نگاه اول کاملا حق داری که تعجب کنیم. اما اگه عمیق‌تر به مکانیزم روابط انسانی نگاه کنیم، این یکی از منطقی ترین پیامدهای تنهاییه. یه مفهومی داریم به نام تمایز یافتگی. یعنی چی دقیقاً؟ یعنی وقتی شما نمیتونی تنها بمونی و از خلوت با خودت وحشت داری، به دیگران به چشم انسانهای مستقل نگاه نمی‌کنی. اونا برات میشن یه ابزاری برای فرار از خودت. آها، یعنی از روی نیاز و ترس وارد رابطه میشیم. دقیقاً. تو این حالت وابستگی بیمارگونه پیدا می‌کنی، توقعات غیر منطقی از شریک عاطفیت داری و می‌خوای اونا همیشه خلأ درونی تو رو پر کنن. آها، پس در واقع اونا رو تبدیل می‌کنیم به همون پستانک دیجیتال، منتها این بار یه پستانک انسانی.
آره، چه توصیف دقیقی. تو بار مسئولیت آرامش خودت رو میندازی رو دوش اونا، اما وقتی مهارت تنها بودن رو یاد میگیری میفهمی که تو خلوت خودت هم کامل و امنی. اینجاست که دینامیک روابط کلاً عوض میشه. یعنی دیگه از روی نیاز وارد رابطه نمیشی، از روی انتخاب میری سمتشون. بله، تو با یه نفر وقت میگذرونی چون از حضورش لذت میبری، نه چون از تنهایی خودت میترسی. این نوع رابطه خیلی سالمتر و رهاتره و هیچ باجگیری عاطفی توش نیست. تو به آدما اجازه میدی خودشون باشن چون برای زنده موندن روانیت بهشون وابسته نیستی. این توضیح فوق‌العاده‌ای بود. خب وقتی خودت به تنهایی یه لیوان پر باشی، دیگه دنبال کسی نمیگردی که اون نصفه خالی تو رو پر کنه، بلکه دنبال کسی هستی که لیواناتون رو کنار هم بذارین و از مسیر لذت ببرین. دقیقاً همینه. حالا میخوام بحث رو یکم ببرم سمت دنیای کار و بهره‌وری. من دیدم که افراد خیلی موفق به شدت رو زمانهای تنهاییشون تعصب دارن، مثلا تو بحث کار عمیق یا همون عادتهای چهره‌های معروف دنیای تکنولوژی. آیا اینم به همون شبکه دیفالت مود مغز ربط داره؟ 100%. وقتی درباره کیفیت کار حرف میزنیم، تنهایی میشه یه مزیت رقابتی بیرحمانه. ببین، با ارزش‌ترین و خلاقانه ترین کارهای ذهنی محال توی محیط پر از حواس پرتی انجام بشن. مغز برای ایجاد اتصالات جدید عصبی به بلاک‌های زمانی طولانی و بدون وقفه نیاز داره. آره، شنیدم یکی از چهره‌های خیلی مشهور تکنولوژی سالی 2 بار کلاً ناپدید میشه تا به این حالت برسه. یه چیزی مثل هفته تفکر. این دقیقاً چطور کار میکنه؟ خب ایشون هر سال 2 هفته مجزا رو انتخاب میکنه و میره توی کلبه منزوی. اونجا اینترنت نیست، هیچ کارمندی تماس نمیگیره، حتی خانواده‌ش هم باهاش ارتباط ندارن. فقط خودش و یه عالمه کتاب. دقیقاً، مقالات علمی میخونه، تو سکوت قدم میزنه و فکر میکنه. نکته اینه که وقتی تو سکوت قدم میزنه و اون شبکه مغزی فعال میشه، مغز شروع میکنه به ترکیب این اطلاعات پیچیده با هم. خیلی از استراتژی‌های بزرگ دقیقاً تو همین سکوت‌ها متولد شدن. بسیار خوب، این حرفا کاملا منطقیه. اما بیا یکم واقع بین باشیم. برای کسی که الان داره به صحبت‌های ما گوش میده، ایده رفتن به یک کلبه تو جنگل شبیه یه تفریح لوکس برای میلیاردرهاست. آره درسته. یعنی یه مادر شاغل یا یه دانشجویی که توی آپارتمان کوچیک با 2 تا هم‌اتاقی زندگی میکنه و کلی مشغله داره، چطور میتونه این سکوت رو تجربه کنه؟ آیا ما داریم یه راهکار غیر عملی میدیم؟ انتقاد کاملاً به جاییه. ولی خوشبختانه تحقیقات نشون میدن که برای استفاده از قدرت تنهایی اصلا نیازی به کلبه و جنگل نیست. مغز ما به دوزهای کوچیک سکوت هم خیلی عالی واکنش نشون میده. پس میتونیم اینو تو زندگی روزمره مهندسی کنیم. دقیقاً. منابع امروز ما 4 تا روش کاملاً عملی رو پیشنهاد میدن که هر کسی با هر سطحی از مشغله میتونه انجامشون بده. خیلی هم عالی. خب بیا این تمرین‌ها رو جزئی‌تر بررسی کنیم. روش اول چیه؟ روش اول ساختن 15 دقیقه خلوت مطلق تو طول روزه. یعنی یه زمان مشخص، مثلا بعد از بیدار شدن یا قبل خواب، بشینی توی اتاق. قانونش اینه: هیچ صفحه نمایشی، هیچ موسیقی، هیچ کتابی. فقط خودت و افکارت. آره. روزای اول این 15 دقیقه ممکنه شبیه یه ساعت بگذره و خیلی کلافه کننده باشه. دقیقاً. یعنی مغز التماس میکنه که تو رو خدا یه کاری انجام بده. بله، چون مغز داره علائم ترک دوپامین رو تجربه میکنه. اما اگه مقاومت کنی، بعد از چند روز این 15 دقیقه میشه شفافترین و آرومترین بخش روزت. جایی که بالاخره صدای واقعی خودت رو میشنوی. بی‌نظیره. خب روش دوم چیه؟ روش دوم یه تمرین فیزیکیه. قدم زدن بدون ورودی اطلاعات. شما باید روزی 20 تا 30 دقیقه راه بری، اما یه قانون حیاتی داره. هندزفری و هدفون کاملا ممنوعه. بدون پادکست و موسیقی؟ خب راه رفتن خالی که میتونه خیلی خسته کننده باشه. چرا این قانون انقدر مهمه؟
به خاطر اثری که رو شبکه‌های عصبی داره. ریتم حرکت بدن و نگاه کردن به مناظر اطراف بهترین کاتالیزور برای روشن کردن همون شبکه دیفالت مود مغزه. آها، یعنی اگه پادکست گوش بدم باز ذهنم درگیر پردازش حرفای گوینده میشه؟ دقیقاً. و تیم شیفت شب دوباره میره مرخصی. قدم زدن خام فرصتیه تا ذهن تو افکارش پرسه بزنه. خیلی از راه حل‌هایی که دنبالشونی همون موقع به سطح میان. جالب شد. من همیشه فکر میکردم اگه موقع راه رفتن چیزی گوش ندم دارم وقتم رو تلف میکنم. اما نگو دارم به مغزم اجازه کار عمیق‌تر میدم. بسیار خوب، بریم سراغ روش سوم. روش سوم یکی از قوی‌ترین ابزارهای تخلیه روانیه. نوشتن آزاد یا همون ژورنال نویسی. وقتی افکارت رو تو سرت نگه می‌داری، مثل یه چرخه بی‌نهایت تکرار میشن و اضطراب میارن. کافیه شبا 5 تا 10 دقیقه هر چی تو ذهنت رو بنویسی. این کار در واقع برون سپاری کار اون شبکه مغزیه. اصلا هم مهم نیست گرامرش درست باشه یا معنی خاصی بده. فقط باید اجازه بدی ترسا و امیدات سرازیر بشن رو کاغذ. مثل اینه که فایلای در هم ریخته رو از کشوهای ذهن در بیاری و پهن کنی رو میز تا ببینی اصلا با چی طرفی. دقیقاً همینطوره. بار احساسیشون خیلی کم میشه. و روش چهارم برای اونایی که شاید نخوام بنویسن یا راه برن چیه؟ روش چهارم شاید ساده ترین نقطه شروع باشه. یه وعده غذایی کاملا تنها تو هفته. فقط یه وعده؟ آره. تو دنیای امروز ما غذا خوردن رو هم با سریال دیدن یا چک کردن اینستاگرام ترکیب کردیم. پیشنهاد اینه که حداقل یک بار تو هفته، مثلا یه صبحونه رو تو سکوت مطلق بخورین. گوشیو بذاریم تو اتاق دیگه. آره، فقط تو باشی، طعم غذا، صدای جویدن و حضور کامل تو همون لحظه. این تمرین خیلی عالیه برای یادگیری تحمل تنهایی. بسیار خوب. میخوام اینجا مستقیما از شما که دارین به این کاوش گوش میدین بپرسم. از بین این 4 تا راهش کدومش براتون چالش برانگیزتره و کدوم رو حاضرین از فردا امتحان کنین؟ آیا جرأت دارین فردا صبحونه رو تو سکوت مطلق بخورین تا ببینین اون پستانک دیجیتال چقدر وسوسه‌تون میکنه؟ یا شاید ترجیح میدین عصر هندزفری رو بذارین خونه و یه پیاده روی خالص برین؟ انتخاب با شماست، اما نتیجهش قطعاً شگفت زدتون میکنه. قطعاً همینطوره. خب، اگه بخوایم تمام این بحث‌های علمی و روانشناختی رو جمع‌بندی کنیم، نتیجه گیری تو از این تحلیل چیه؟ جمع‌بندی من اینه که ببین، ما باید روایت ذهنیمون رو تغییر بدیم. باید یاد بگیریم که بی‌حوصلگی و سکوت باگ سیستم نیستن. یه ویژگی حیاتی هن. تنهایی مهارته که باید تمرین بشه. تو این اقتصاد توجهی که الان داریم. دقیقاً. تو دنیایی که اقتصاد توجه با تمام توان تلاش میکنه هر ثانیه از تمرکز ما رو بدزده، توانایی تنها نشستن و فکر کردن دیگه فقط یه ابزار رشد نیست، یه عمل شجاعانه و یه نوع مقاومته. دفعه بعد که بیقرار شدین، فوراً گوشی رو بر ندارین. اون لحظه رو تحمل کنین. این نگاه تو به تنهایی به عنوان یه عمل شجاعانه واقعاً زاویه دید بی‌نظیری بود. و برای اینکه این تغییر نگرش حسابی تو ذهنمون بشینه، میخوام بحث رو با یه تصویر تکان دهنده تموم کنم. سراپا گوشم. بیا تو مقیاس تکاملی به خودمون نگاه کنیم. اجداد ما برای صدها هزار سال ساعات طولانی از روز و شب رو تو سکوت مطلق میگذروندن. ساعتها به آتش خیره میشدن، تو جنگل راه میرفتن. این سکوت طبیعی ترین بستر برای رشد مغز انسان خرمند بود. اما ما امروز اولین نسلی تو تاریخ بشریت هستیم که باید برای تجربه کردن طبیعی ترین حالت انسانمون، یعنی سکوت، اپلیکیشن مدیتیشن نصب کنیم، تقویم تنظیم کنیم و استراتژی بچینیم. عجب پارادوکس بزرگی. دقیقاً. این همون سوالیه که میخوام برای شنونده ها باقی بذارم. آیا تکنولوژی مدرن داره نیازهای بیولوژیکی مغز ما رو تغییر میده یا اینکه ما با فرار دائمی از سکوت داریم یکی از اصیل‌ترین بخش‌های انسانیتمون رو سرکوب و دفن میکنیم؟ به این موضوع تو خلوت بعدیتون فکر کنین. عجب تصویر قدرتمندی. آیا ما داریم انسانیت خودمون رو سرکوب میکنیم؟ واقعاً جای تأمل داره.
از شما ممنونم که توی این کاوش عمیق با ما همراه بودین. امیدوارم دفعه بعد که توی اتاق ساکت نشستین، به جای اینکه سراسیمه دنبال راهی برای فرار از خودتون بگردین، به اون تیم نظافت شیفت شب مغزتون اجازه بدین کارش رو انجام بده. به خودتون فرصت بدین تا اون لیوان آب خنک تنهایی انتخابی رو بنوشین. مراقب خلوت‌های ارزشمندتون باشین و تا کاوش بعدی خدا نگهدار.